ما صمیم از ولد عبدالمبین. ما در مرکز کاپیسا بود، می آمدم طرف کوبان. زمانی که دوزا آمدن تقریبا 4-5 نفر که بودن ما را اختطاف کردن. 7 روز 8 روز میشه که ما پیش اختطافچی ها بودیم. ما ساعت 8-9 شب بود که گفتن که جای انتقال میتیم. همه قدر گفتن، همه گپ فهمیدم ولی منو میشناختم شان که کی بود و چطوری بود. و ما را گرفتن، دستایم بسته کردن پشت سرم، چشم بسته کردن، فقط پایم باز بود. تقریبا 4-5 نفر بودن. ما را یکش پیش بود، بعد از اون ما بودم، بعد از اون دیگهش که آمدیم دیگه نمیفهم که در کجا بود و چطوری بود. زمانی که آمدن که مجاهدین سر خوردیم یا کمین زده بودن که هر رقمی که بود درگیری بین اختطافچی ها و مجاهدین صورت گرفت. بعد از اون ما را در دست مجاهدین افتادیم که با زخمی شدن و فرار کردن. از همکاری شما دوستایی که فرض کنیم درباره زحمت کشیده ما خوشحال هستیم. 100% ما خوشحال هستیم از این زحمتی که کشیده یک جهان. تشکر.